سلام دوستان، به یک ویدیو دیگه از کانال من خوش اومدید. امروز که اومدم تو بازی یه چیز دیدم، یعنی گرگان پاشید که بلکه گانادار اکانت ها رو بلک لیست میکنه. نمیدونم چی بگم، ولی این مشکل به هیچ منل وجود. نگاه کنن میرم اینجا درخواست میدم به یکی، میگه اکانت شما بلک لیست شده. من ناموسن نه چیت زدم، نه با هکر بازی کردم، نه فایل زدم. فری فایر قانونی و کاملا قانونی از فروشگاه گوگل پلی بروزرسانی کردم. اومدم داخل فری فایر، همین ساعت 11 و 15 دقیقه اومدم جم و ماهانه رو گرفتم. نگاه کن آدم آقا رو اکانت 122 روز ماهانه رو کی چیت میزنه؟ تو همین من بگو ناموسن بغضم میرفت. نمیم چی بگم، اکانت من بدون هیچ دلیل بلک لیست رفت. چی بگم، بدون هیچ دلیل بری بلک لیست خیلی زوره واقعا. حداقل چیت زده باشی یه چیزی ناموسن. آخه رو این اکانت مستر رو دیدین؟ اگه ویدیو مستر آنشات رو دیده باشین یا برای یوتیوبرها، برای پی سی پلیر ها این باگ یا همین بلک لیست بود که اونا رو شبیه ساز مثلا اینجور چیزا بودن، اکانتشون میرفت بلک لیست یا بند میشدن. ولی این واقعا اینو تاکید میکنم، این برسه به دست مستر آنشات. همونطور گفت برای موبایل نمودن، من الان ویدیو رو گرفتم برای موبایل پلیر هم دارم بلک لیست میشم. من اولین نفر نمیگم، حالا شاید یکی دیگه هم باشه. من بلک لیست رفتم بدون هیچ دلیل، نه چیت زدم، هیچ کاری نکردم. خواهشن رو بازی نیان. من نمیدونم چیکار کنم، بغضم گرفته. اکانتم بدون هیچ دلیل رفته بلک لیست. من بدبخت شدم ناموسن. این اگه بند شه، این همه خرج کردم، حالا من اکانت قبلیم بند شد ناموسن. همون قضیه چی سره؟ قبلا فری فایر بند میکرد، اومدیم یک اکانت جدید زدم. بدبختی ما رو ببین، گارانا رو نگاه کن. چرا این کارو میکنی آخه؟ خدا شاده چی به میرسه؟ چرا داری الکی بند میکنی؟ ناموسن نکنی، نیان رو فری فایرتون، نیان به تخار اکانتتون شده، نیان. حالا اکانت هر کی برای خودش ارزش داره. ناموسن من دارم خیلی فشار میکنم بدون هیچ دلیلی اکانتم بره بلک لیست. واقعا خیلی فشاره، ناموسن خیلی فشاره، ببخشید ناموسن خیلی فشاره. الان من میخوام از اکانت برم بیرون دیگه نیام مثلا تو یک ماه. صبحم خورد شد، این لحظه دیدم که خواستم برم تو بازی پلی بدم، زد شما بلک لیست شدی. نگاه اصلا نت ایران از بس ضعیف، فکر کنم از نت ایران باشه. نت ایران از بس ضعیفه که نمیره بیرون. لطفاً رو اکانت ها نین. فقط خواستم همینو بهتون میگم، لطفاً به هیچ منع وجود روی اکانت فری فایرتون نیاین تو این قضیه معلوم بشه چی میخواد بشه. ممنونم که این ویدیو تا آخر نگاه کردین. خدا حافظ. لطفاً نیاین رو اکانتتون. خدا حافظ.